بخشیده به روز جوانان در ناحیه وخش چورابینی فرهنگی و ورزشی تحت عنوان ماهواره جوانی با اشتراک فعال جوانان ناحیه برگزار گردید. در باغ مرکزی ناحیه جوانان دستاوردهای خویش را به نمایش گذاشته در برابر آن مهارت خود را در مسابقه های ورزشی نشان دادند. در دایره برنامه چورابینی مسابقه ها از روی نمودهای گوناگون ورزشی از جمله ششکش، شاهمات، گوشتین، گیمناستیکای بدی و شمشیربازی برگزار گردیدند. ورزشکاران جوان با مهارت بلند برآمد نموده با حاضرین روحیه بلند وطندوستی و طرز حیات سالم را تبلیغ کردند. در این تدبیر نمایندگان ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان، بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه وخش، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه و اینچنین جوانان فعال و ورزشکاران محلی اشتراک و سخنرانی نمودند. در برآمدهای خویش آنها نقش ارزشمند جوانان را در جامعه از جمله در تطبیق سیاست دولتی و رشد ساحه‌های اجتماعی مخصوصاً ورزش تاکید کردند. مقصد اساسی برگزاری چورابینی ارزگذاری به نقش جوانان در رشد ورزش، تشویق و ترغیب طرز حیات سالم و تحکیم ارزش‌های ملی در میان نسل جوان میباشد. همزمان بخشیده به این روز مسابقه فوتبال خرد بین جوانان آغاز یافت. طبق نقشه چورابینی حکومت ناحیه وقت بخشیده به ماهواره جوانان روز جوانان تشکیل کرده چورابینی ورزشی فرهنگی گزارنده شده. با چنین اقدامات بفخریم و این همه برای نسل آینده تاجیکستان عزیزان باشد. ذکر گردید که با مقصد رشد فوتبال و دریافت چهره‌های نوی ورزشی در ناحیه مسابقه‌های گوناگون برگزار می‌شوند. برای تامین شرایط بهتری مشق و بازی در مرکز ناحیه ده‌ها میدانچه ورزشی فوتبال ساخته شده، ساکنان امکانیت دارند از آنها ثمرناک استفاده برند.